میانه زمین جدی نیست، بازی ادامه پیدا میکنه. پاس اشتباه پولادی نصیب بازیکنان بحرین میشه. حسینی توپ رو دور میکنه. حمد خسرو حیدری نکونام یک بار در منطقه جریمه تو برگشت داده میشه. به خاطر حساسیت زیاد مسابقه نامداران زیادی اومدن تا این بازی رو از نزدیک ببینند. احمدرضا عابدزاده و کریم باقری هم در ورزشگاه هستند، ضمن که از بین مربیان کشورمون هم تعدادی از مربیان رو اینجا در جایگاه می‌بینیم که از جمله میتونیم آقای پورمهدی اشاره بکنیم و همینطور یک دو تا مربی دیگه که حالا در ادامه خدمتتون معرفی خواهیم کرد. جباری تیموریان یک بار دیگه پشت منطقه جریمه. قاضی ضربه قاضی و پای چپ که به بیرون میره. یک بسته به نفع ایران. دقیقه 29 بازی است. جو ورزشگاه هم بسیار خوبه. پرچم‌های کشور عزیزمون ایران در دست تماشاگرها به اهتزاز در اومده و همه یک پارچه تیم ملی رو حمایت میکنن. این تیم باید به جام جهانی بره و انشالله که این گونه خواهد شد. سید محمد بازم هیچ عجله‌ای نداره. ببینید بازم مثل لحظات قبل از گل داره عمل میکنه، همینجوری مکس میکنه، بعد ضربه رو میزنه. نکونام ضربه سر رو بالاتر از بازیکن بحرین میزنه. مسلماً این تیم بحرین نسبت به گذشته‌اش ضعیف‌تر شده. قاضی خردبری میکاره توپ رو. جباری فراموش نکنیم که اونا دو بار تا پلی آف هم رفتن اما به جام جهانی نرسیدن، ولی شاید این بار داستانشون کوتاه‌تر از قبل باشه. یه حرکت نه چندان جالب که داور بلافاصله وارد عمل میشه. بازیکن تیم بحرین عبدالله اسماعیل خودش رو روی زمین انداخت، درگیر شد با میدابودی. ببینیم با هم. هر دو طرف یه جورایی مقصر بودن و دیگه چه فیلمی بازی میکنه بازیکن تیم بحرین عبدالله اسماعیل. یک کارت زرد سری میگیره میلاد میدابودی. شاید به خاطر آشنایی با زبان عربی یه جورایی خواهد جای حسین کعبی رو در تیم ملی پر بکنه که معمولا در این چنین مسابقاتی کارت زرد حداقل میگرفت. پرتاب به وسیله عقیلی. دوباره عقیلی ضربه سر رو میزنه. در چپ فوزی. یه موقعیت برای بازیکن بحرین داره ایجاد میشه اما خوب ایستادگی میکنه اونجا حسینی و تنبه کورنر میده. ضربه کورنر برای بازیکن بحرین. با وجود اینکه اونها 10 نفره هستن اما این دلیل نمیشه که دست کم گرفته بشن. مدافعان و بازیکن و کلا باید در کارهای دفاعی حضور مثبت و موثری داشته باشن. ضربه کورنر فوزی بلند توپ خوبی دفع میشه. تیموریان به توپ نمیرسه. توپ دوباره همون جایی میره که فوزی حضور داره، نگه میداره. یک توی بی نتیجه و توپی که بازیکن میتونن خیلی بهتر از این ازش استفاده بکنند. لازم نبود که
جواد نکونام انقدر عجله بکنه و توپ اونجوری بیرون بزنه. حسین علی، ضربه آزاد برای بازیکن قرمزپوش بحرین. تصویر آهسته رو ببینیم. خسرو حیدری یاری بود که این خطا رو انجام داد. ضربات شروع مجدد، رایست که بحرینی ها روش حساب باز کردن برای دستیابی به دروازه ایران. فوزی مبارک با پای چپ بلند میفرسته برای دروازه. یک بار دیگه یاران ما مثل دفعه قبل تو برگشت میدن. حالا فرصت برای ضد حمله خلعتبری داره ایجاد میشه. خلعتبری، قاضی تحت فشار قرار میگیره و توپ رو ازش میگیرند. اعتقاد روش خطا شده اما نظر داور مسابقه چیز دیگه ایه. سانتر کاتار به روی دروازه. بازم حسینی خوب کار میکنه. به جز گلی که زده که از خوبهای ما بوده در این مسابقه. رضا سعید، بازیکنی که توپ رو به بیرون میزنه در صحنه‌ای که اون رو ملاحظه میکنید. عقیلی، خسرو حیدری، نکونام، انتقال بازی به سمت چپ زمین. میدابودی در این لحظات اونجا دیده میشه. خلعتبری میفرسته به درون منطقه جریمه. برگشت توپ، میدابودی، جباری توی دروازه، گل دوم برای ایران. جباری حساب کار رو 2-0 میکنه. باز هم گل های بیشتری میتونه در راه باشه اگر بازیکن ما قدر فرصت ها رو بدونند. جباری که در کل مسابقه یکی از بازیکن برتر زمین بود، بالاخره موفق میشه اولین گل ملیش رو به ثمر برسونه در 20مین بازی ملی خودش. مجتبی جباری با هم ببینیم. این توپی که مدافعان بحرین ناقص دفعش میکنن. میدابودی ضربه اول رو میزنه، بلوکه میشه. در برگشت ضربه قشنگ جباری جای هیچ گونه عکس العملی رو برای سید محمد باقی نمیگذاره. از بین مدافعان بحرین عبور میکنه تو به قعر تور دروازه بحرینی ها بوسه میزنه. ایران 2 بحرین 0. از نمای بالای دروازه هم ملاحظه فرمودید. پولادی، نکونام، خلعتبری، تیموریان، خسرو حیدری. استقلالی‌های تیم ملی هماهنگی قابل توجهی با هم دارند. توپ به آن دو تیموریان به جواد نکونام نمیرسه. ضد حمله شکل میگیره. رضا حرکت کرده، رضا سعید و در نهایت توپی که راحت در اختیار رحمتی قرار میگیره. از کمکارترین بازیکن زمین بوده سید مهدی رحمتی. نکونام، عقیلی، حیدری، یک بار دیگه عقیلی به جواد نکونام. قاضی، بازیکن شوتزنیه. خب خطا به نفع تیم بحرین. یه ذره کلافه به نظر میرسه قاضی. به هر حال در این بازی حساس به عنوان مهاجم نوک در ترکیب تیم ایران قرار گرفته. این یعنی اینکه کارلوس کیروش اطمینان زیادی به او داره. عقیلی، قاضی بازم خطا میکنه. قدرت بدنی خوبی داره قاضی، میتونه با فشار آوردن روی مدافعان تیم بحرین اونها رو وادار به اشتباه بکنه.
داور اشاره میکنه که از همون جایی که خطا انجام شد بازی شروع بشه. یه نکته مهمی که بازیکن‌ها باید در نظر داشته باشن اینه که بی جهت کارت زرد و قرمز نگیرند. به حال در بازی بعدی ما به این بازیکنان احتیاج داریم. یه ضربه آزاد برای بحرین. حسین علی پشت توپ قرار گرفته. تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی در نما اگر مشخص باشه، بله در این نما مشخصه. ببینید تقریبا اکثر تماشاگران الان دارن اینجوری خوشحالی خودشون رو ابراز میکنند. صحنه‌های زیبایی رو امشب در ورزشگاه آزادی شاهد هستیم. حسین علی ضربه رو میزنه به روی دروازه، فرصت و توپ رو خوب برمیگردونه اونجا. رحمتی بعدش هم که آفساید میشه. معمولا رحمتی توپایی که اینجوری به سمت دروازه‌اش میاد رو نمیگیره و سعی میکنه اونها رو از منطقه جریمه خارج بکنه. در بعضی از موارد ممکنه که باعث خطراتی هم بشه برای دروازه ما. اصلا اینجا آفساید بود. همون توپ اولی آفساید بود و بازی رو داور متوقف کرده. در سمت دیگه زمین موقعیت برای بازیکن ایران داره ایجاد میشه از کنارهای زمین. و توپی که بازیکن تیم کشور رو پرتاب بکنن روی حرکت پولادی. حسینی میره برای پرتاب. نه نمیذارم که حسینی بیاد دیگه، پرتاب همونجوری انجام میدن. و باعث میشه که سرعت بازی بالاتر بره، اینکه یک مدافع از عقب بیاد تا توپ پرتاب بکنه. فرصت برای اندو تیموریان. توپ از بالای دروازه به بیرون میره. ضربه محکم تیموریان بود. در 62مین بازی ملیش به دنبال 8مین گل ملیش میگرده. این ضربه تیموریانه. این روزا بسیار آماده است. سید محمد، خلعتبری، جباری، نکونام، پولادی، دوباره خود پولادی، جباری، تیموریان برای جباری که در بین راه عبدالرحمن از راه میرسه و توپ رو میزنه. پرتاب توپ برای بازیکن بحرینه. توپ رو پولادی به بیرون زد. 39مین دقیقه بازی هم سپری شد. ایران 2 بحرین 0. جباری، بازی تیموریان میتونه پاس عمقی رو بده، این کار رو انجام میده. موقعیت داره خلعتبری، پاس به جلوی این بازیکن که با دقت فرستاده نشد، وگرنه ما میتونستیم باز هم دروازه تیم بحرین رو باز کنیم. بیش از 75,000 نفر تماشاگر از نزدیک دارن این بازی رو تماشا میکنن که ایران 2-0 تا به اینجا بازی رو برده. جواد نکونا، خطا 8-1 هست. خلعتبری و یک ضربه کارنر برای تیم کشورمون. به نظر میرسه که اون کارت قرمزی که همون اول بازی داور به یارو تیم بحرین نشون داد باعث شد که خشونت اونا کاهش پیدا بکنه و تعداد خطاهاشون در همون عدد 1 باقی مونده. تیموریان ضربه کارنر رو خوب میزنه، فرصت توی دروازه عقیلی، دروازه تیم بحرین رو باز